مرکز یعنی ورزشگری ما رو واقعا افضل دید و برتری هم بر کلا میتوان گفت که بر سود ورزشگری ما بود. قهرمان جدید آسیا در سال 2019 هم قوازمایی دوم خود را در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جهان به دست آورد. بهادور عثمانوف ورزشگر 22 ساله تاجیک دومین پیروزیش را در این روز از رقابت‌های مسابقات قهرمانی جهان به دست آورد. دوستان عزیز، این پیروزی بر کل تشویقگران، طرفداران و علاقمندان ورزشی تاجیک، مخصوصا رشته باکسی اماتور یا هوسکاران مبارک باشد. این هم گمان میکنم بسیار از مربیان باکسچیان ما را خوشحال کرد و همانطور که در آغاز گزارش گفتم امیدوار بودیم که از رقابت بهادور لذت میبرداریم و همین طور هم شد. امیدوار هستم که تماشاچیان، تماشاگران و بیننده های شبکه تلویزیونی ورزش نیز از این رقابت بهادور لذت برده باشند. نوارهای تدریجی رو بار دیگر میبینیم. هرچند ضربه ها نیز قبول میکرد ولی ضربه های محکمتر و سختتر رو خود بهادور بود که به سمت حریفش روان میکرد. В красный угол приглашается боксер, представляющий Казахстан. Into the red corner, please welcome the boxer representing Kazakhstan, Tursunbay Bulakmet. واقعا دوستان نوارهای تدریجی بیشتر در این رقابت به چشم می‌خوردند.